آره خلاصه انقدر برای نامزدش نامه با پست فرستاد که بالاخره نامزدش با پستچی ازدواج کرد. اینم یه جوک پستی که برای شما فکر کنم شاید خود جالب باشه. خب اینو میگفتم عزیزان، کلن مردها انسانهای بیچاره‌ای هستن. آدم وقتی پسر دنیا میاد همون که بچه است ننه ذلیله، نوجوان میشه رفیق ذلیله، جوان میشه زن میگیره زن ذلیله، پیر میشه بچه ذلیله. بیچاره این مرد وقتی هم میمیره میگن ذلیل مرده. واقعا اصلا زندگی مردها چرخه دراماتیکیه. تیپ میزنه میگه معلوم نیست با کی قرار داره، بفرما تیپ زده. تیپ نمیزنه میگه چقدر شلخته است، میگه گشنمه میگه فقط به فکر شکمشه، میگه گشنم نیست میگه معلوم نیست بیرون با کی چی کوف کرده. امیر برای چی اومدی؟ اومدم راجع به کتشلوار لباس حسن عزیز صحبت کنم. رفتم خونه همسایمون خواستگاری، گفتن نمیدن دخترشون. مهران جان بیا، مهران کار خودته. مهران باید آواز خونی، مهران باید بیایه. مهران باید بذار به تازگی ها از دبی اومده رفته بود اونجا و هفته دیگه میره 3 بی و بعدم 4 بی. اومده بود لهجهش عوض شده بود، اصلا زبونش هم عوض شده بود تا من رسید گفت السلام علیکم یا اخی. فانا گفتم وقتی بعد قسمتی از کارو به من آموزش داد که من برای شما اجرا میکنم. السلام علیکم ایها المشاهدون الكرام، نرجو ان تستلذوا من البرامج حتى الان و لا خنده. ترجمه میکنم، فکر نکنید خدا نکرده فحش وزارتی چیزیه. مجری داره میگه که امیدواریم تا این لحظه از برنامه خوشتون اومده باشید. نرجو ان تستلذوا من البرامج حتى الان وفي هذا المجال من البرامج نقدم لحضوركم انشودة جميلة مفرحة لتنشدة قلوبكم ان شاء الله. هلا خنده نشودة جميل في الامير بربمير ولمهران برو تهران في النشودة جميل يد القدرتمند داريوش اخوة الابي كلهم اجمعين ولا كفكفيه المرتبية ما شاء الله. هلا كل ما من حرفی تو دلم مونده میخوام به حسن بگم. حسن عزیز جونه، تو چشات مثل دریا میمونه، اجازه میدی جورابامو توش بشورم؟ من رو دلم مونده بود که بهش بگم. امیر نگاهم با نگاهت کرد برخورد، خدا مرگت بده حالم به هم خورد. واقعا دست درد نکنه با اون احساسه. مهران من میدونی با حسن میخوام برم ماهیگیری، آخه هیچ کس مثل حسن کرم نداره. نه منظور ظرفه که ظرفه توش خودتون رو کنترل کنید. مهران جان میدونستی فرق تو با فرغون چیه؟ فرق من با چی؟ فرغون. من بگم؟ تو بگو. فرغون گل میبره، این دل میبره. یه دست به افتخارهای امامیه بزنید یاد بگیر از این مجری. میدونی فرق تو با اجازه بده، میدونی فرق تو با کشتی چیه؟ کشتی به گل میشینه، تو به دل میشینی. دیدم. چی بزن؟ اون وقت فقط من بگم میزنه. راست میگه. رفیق من آقا خواهش کردم ازت.